اگر نمیدونی چطوری توی ریزش بازار کریپتو ازش سود بگیری، یا حتی توی ریزش بازار توی معاملات اسپات بتونی سود بگیری، یا حتی موقعی که بازار داره رشد میکنه از متوسط رشد بازار بتونی سودهای بیشتری رو بگیری، تا انتهای این ویدیو با من باش. من عادل ملاک هستم. اینجا آکادمی تارگت قراره که به همه سوالهای شما توی بازار کریپتو جواب بدم. ما سه نوع معامله توی بازار کریپتو داریم که میتونیم هم در جهت رشد قیمتی و هم در جهت ریزش قیمتی از اونها سود بگیریم. معاملات اسپات و معاملات مارجین که به معاملات یک طرفه معروفن، و معاملات فیوچرز که هم در رشد بازار و هم در ریزش بازار میتونیم ازشون سود بگیریم. اما حتی موقع ریزش بازار هم میتونیم توی معاملات اسپات کسب سود کنیم. چطوری؟ قبل از اینکه بخوام به این سوال جواب بدم، بذار اون سه نوع معامله رو توضیح بدم برات، بعد بریم سراغ این سوال. معاملات اسپات معاملاتی هستند که فقط در جهت رشد قیمتی به شما سود میدن. چطوری؟ بذار با یه مثال براتون توضیح بدم. شما 23 میلیون تومان پول دارید، الان طلا گرمی 2 میلیون و 300، شما قراره که 10 گرم طلا بخرید. میرید یک طلا فروشی، 10 گرم طلا میخرید 23 میلیون تومان، قیمت طلا میرسه به 2 میلیون و 500. شما این وسط 2 میلیون تومان رو 10 گرم طلاتون سود میگیرید. قیمت طلا میشه 2 میلیون تومان، شما 3 میلیون تومان روی 10 گرم طلا ضرر میکنید. پس هر اتفاقی برای قیمت اون داراییتون بیفته، برای سرمایه شما هم میفته. اگر که رشد کنه شما سود میکنید، اگر که قیمتش بیاد پایین شما ضرر میکنید. اما بریم سراغ معاملات مارجین. با همون طلا براتون مثال میزنم. شما یک طلا فروشی میشناسید که بهتون اجازه میده 10 برابر سرمایه‌ای که داری بتونی طلا بخری. اما یه نکته داره، طلا رو بهت نمیده، میگه پیش من میمونه تا زمانی که با هم تسویه حساب کنی یا بیای طلامو به خودم بفروشی، و اون 23 میلیون تومان شما رو ازتون میگیره. 23 میلیون ازت میگیره، به جای 10 گرم 100 گرم طلا بهت میده. الان قیمت طلا میرسه به 2 میلیون و 200. خب شما 1 میلیون تومان رو اصل سرمایه ضرر کرده بودی، اما چون 10 برابر اومدی طلا خریدی، الان 10 میلیون تومان ضرر کردی، یعنی تقریبا نیمی از سرمایت رو از دست دادی. یا قیمت طلا رسیده به 2 میلیون و 400، شما الان 10 میلیون تومان سود کردی، یعنی 10 برابر اون سود اصل سرمایت. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ شما ریسک کارتون رو افزایش دادید. اگر طلا رفت قیمتش بالا، میبرید میفروشید، اصل پولتون رو و سود پولتون رو از همون طلا فروشه میگیرید. اگر قیمت طلا اومد پایین، میرید مابقی پولتون رو از اون طلا فروشه دریافت میکنید. پس شما یک معامله پر ریسک انجام دادید. چرا؟ چون 10 برابر سرمایه اصلیتون اومدین معامله انجام دادید. معاملات اسپات و معاملات مارجین فقط در جهت رشد قیمت اون دارایی که قراره به شما سود بده. پس حواستون باشه، معامله اسپات معاملات کم ریسکه، اما معاملات مارجین بسیار پر ریسک تر از اسپاته. اما برم سراغ معاملات فیوچرز. با همون طلا براتون مثال میزنم. شما یه رفیق طلا فروشی دارید، متوجه شدی قیمت طلا از 2 میلیون و 300 قرار بشه 2 میلیون تومان. میری پیش رفیق طلا فروشت، میگی 100 گرم طلا به من قرض بده. رفیق طلا فروش 100 گرم طلا به شما قرض میده. شما بهش میگی فارغ از قیمت طلا من 100 گرم طلا به تو پس میدم. اون هم موافقت میکنه. شما اون 100 گرم طلا رو میبری میفروشی 230 میلیون تومان. یک ماه آینده قیمت طلا میرسه به 200 میلیون تومان. میری طلا رو میخری 200 میلیون تومان معادل 100 گرم، و اون 100 گرم طلا رو به اون دوست طلا فروشت پس میدی. چه اتفاقی افتاده؟ شما 100 گرم طلا قرض کردی، 100 گرم طلا پس دادی. اما 230 میلیون تومان طلا فروختی و الان 200 میلیون تومان طلا خریدی. اینجا 30 میلیون تومان ما تفاوت فروش و خرید شماست. چه اتفاقی افتاد؟ 30 میلیون مازاد میمونه که این 30 میلیون سود شماست. پس معاملات فیوچرز اینجوریه، شما حتی میتونید توی ریزش بازار هم ازش سود بگیری.
به غیر از ریزش بازار شما میتونی همین تکنیک رو توی رشد بازار انجام بدی که تا اهرم 100 و حتی تا اهرم 200 هم داره. یعنی تا 100 برابر و 200 برابر سرمایه اصلیت که به عنوان وثیقه قرار میدی توی معامله میتونی معامله بزنی. اما خب بریم سراغ سوال اصلی، این که چطور میتونم توی معاملات اثبات حتی از ریزش هم سود بگیرم. میریم با هم روی دسکتاپ که صرافی رو براتون باز کنم و براتون توضیح بدم که کلا این معاملات رو کجا میتونید انجام بدید. بریم با هم روی دسکتاپ. این که چطوری میتونیم توی صرافی ها بیایم و توی ریزش بازار توی معاملات اثبات سود بگیریم بستگی داره به اون صرافی که آیا توکن شورت و لانگ ارائه میکنه یا نه. بر فرض مثال توی صرافی کوکوین وقتی که شما بیت کوین رو BTC رو میایید سرچ میکنید، اینجا به شما یه BTC3L و BTC3S رو میاد بهتون نشون میده. اینجا ببینید نوشته 3x لانگ 3x شورت. بر فرض مثال الان من معاملات لانگش رو میارم. شما وقتی که میایید BTC3 لانگ رو انتخاب میکنید، صرافی در اصل داره به شما یک توکن میده که تا 3 برابر اون ارز شما میتونید معاملات لانگ داشته باشید یا معاملات شورت داشته باشید، اما به صورت کاملا اثبات. هیچ موقع سرمایه شما توی این نوع معاملات صفر نمیشه و چیزی به عنوان لیکویدیتی توی این نوع معاملات وجود نداره. پس چی شد؟ کاملا بستگی به این داره که اون صرافی آیا توکن لانگ و شورت داره یا نه. خب اینجا ما میبینیم که صرافی کوکوین توکن های لانگ و شورت رو داره. بر فرض مثال من ماتیک رو اومده بودم برای تمرین یکی از بچه ها که بهش نشون بدم که هیچ موقع صفر نمیشه، یه توکن لانگ چند مدت پیش گرفته بودم. این توکن لانگ رو وقتی که شما میاید نگاه میکنید توی قسمت اسید که میرید ببینید من اینجا یک توکن لانگی دارم، $10 ازش خریده بودم که 11484 تا دونه از این توکن رو من اومدم و خریداری کردم. قیمت $10 هم الان شده 70 سنت. پس از چه مقدار ریزشی حواستون باشه وقتی شما دارید روی این توکن معامله انجام میدید، یعنی این که هر موقع بر فرض مثال ماتیک 10% ریزش کرد 30% از ارزش دارایی شما کم میشه. درسته صفر نمیشید، اما ارزش دارایی شما تا 3 برابر اون مقدار کم میشه. توی ماتیک رو که حالا من بیارم بهتون نشون بدم، ماتیک تقریباً این چند مدته 30 تا 40% ریزش کرده. اگر که من این رو با توی فیوچرز اومده بودم معامله کرده بودم، با معاملات فیوچرز اومده بودم انجام داده بودم، الان من لیکوید شده بودم. اما اینجا میبینید که هنوز صفر نشده و این احتمال اینکه این برگرده و من مثبت بشم بسیار زیاده. من بیام توی چارت ماتیک بهتون نشون بدم که چه مقدار ریزش داشته. خب بریم با هم دیگه روی چارت ماتیک. ببینید من ماتیک رو تقریبا در این حدود قیمت ها بود که اومدم خریداری کردم و الانی که قیمتش اینجاست میبینید حدود 60% ریزش کرده. اما من اومده بودم چی رو خرید کرده بودم؟ اومده بودم توکن لانگش رو خریداری کرده بودم که 3 برابر خود قیمت ماتیک اهرم داره، یعنی 180% من ضرر کردم. در اصل باید سرمایه‌ام صفر بشه، اما چون که من این دارایی رو دارم و 11500 تا تقریبا این توکن رو خریداری کردم، الان من 70 سنت داراییمه و من داراییم صفر نشده. اگر من اومده بودم توکن ماتیک تیری اس رو خریده بودم، من اینجا ماتیک رو سرچ کنم، اما اگر من اومده بودم توکن شورت ماتیک رو خریداری کرده بودم،
بریم با هم دیگه روی چارتش ببینیم من چند درصد اومده بودم و سود کرده بودم اگر که حالا چارتش باز بشه. خب مثل اینکه مشکل داره. خب اگر که من اومده بودم حالا خریدم رو انجام داده بودم، من از این حدود قیمتی ها یعنی اومده بود و 180% همونطور که گفتم 60% حدوداً ریزش کرده دیگه، من 3 برابر اومده بودم رشد کرده بودم. چرا؟ چون برعکسش رو اومده بودم معامله کرده بودم و توکنی رو خریده بودم که برعکس قیمت داشت حرکت میکرد. پس من اینجا 180% اومده بودم و سود کرده بودم. پس نکته چیه اینجا؟ نکته اینه که ما میتونیم توی ریزش بازار هم یک توکن شورت خریداری کنیم و بذاریمش توی اون ریزش بازار برای خودش حرکت کنه. الان بر فرض مثال من اگه بخوام ماتیک رو از روز اولی که اومده ریزش کرده بیام حساب کنم، یعنی از این قسمت ها بیام تا الان اینجایی که هست حساب کنم، 80% اومده ریزش کرده. شما تا الان 3 8 24 تا 240% توی سود بودید. یا بر فرض مثال توکن آدا رو اومده بودم گرفته بودم، آدا چه مقدار ریزش کرده؟ بیایم با هم دیگه آدا رو هم چک کنیم. آدا رو اگه بخواستم از همون ابتدا مثلا بیام توکن شورتش رو با هم دیگه بگیریم، ببینید 3 9 تا 270% شما الان توی سود بودید. پس این اتفاقیه که توی توکن های لانگ و شورت میفته. یکی از مزیت هایی که صرافی های خوب میان ارائه میدن همینه. پس ما میتونیم حتی توی معاملات اسپات هم بیایم و از ریزش بازار سود بگیریم. امیدوارم که موفق باشید، حواستون به معاملاتتون باشه و توی ویدیوهای بعدی حتما ما رو دنبال کنید. یادتون نره که دوره مبانی رو که به صورت کاملا رایگان برای شما آماده شده رو حتما در آینده نگاه کنید.